تعداد فالوور و تعداد بازدید کننده هیچ ربطی به برند بودن یا نبودنت نداره. پیج دیدم 1,000,000 فالوور داشتش، ولی تو خیابون که راه میره نمیشناسنش هیچی. وقتی وارد یک جمع تخصصی هم شد، از هر 5 نفر 2 نفر شناختنش. این یعنی اینکه تعداد فالوور و ویو باید بذاری کنار، باید به این فکر کنی که چه شکلی میتونی با محتوای علمی و درستی که میگیری تأثیر گذاری تو ببری بالا. پیج دیدم 100 بیشتر فالوور نداشته، ولی وقتی وارد یک جمعی شد اون پیج میلیونیه هم به احترامش بلند شد، چه برسه به بقیه. سعی کن تأثیر گذاری خودتو ببری بالا، چه پرسونال برند داری، چه برند محصول، آنلاین شاپ یا هر چیز دیگه ای که داری، تأثیر گذاریت که بیاد بالاتر از تعداد فالوور و از بازدید میلیونی برای تو خیلی مهمتر.